اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با شماره زیادی ساکنان ناحیه لخش که برای ملاقات با راهبر خویش در ورزشگاه مرکزی جمع آمده بودند ملاقات صمیمی دایر کردند. در آغاز سخنرانی سرور دولت محترم امامعلی رحمان همه مردم زحمتکش و مهمان نواز ناحیه لخش را به افتخار جشن وحدت ملی تبریک گفته برای پذیرایی صمیمی اظهار سپاس کردند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از رشد و پیشرفت ناحیه لخش که با شرافت دستگیری سیاست بنیادکارانه رهبریت دولت و حکومت مملکت به دست آمده است اظهار خوشنودی کردند. تاکید گردید که برای رشد ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی ناحیه لخش تا این دوره از حساب همه سرچشمه‌ها بیش از 750 میلیون سومانی مبلغ روانه شده است. حکومت کشور برای حل مسائل اجتماعی اهالی به خصوص پرداخت سریع‌وقتی معاش و نفقه دقت اولین درجه داده توسط دستگیری بودجه محلی برای حل مشکلات جای داشته چاره‌جویی می‌نماید. حالا روند عملی سازی برنامه رشد اجتماعی و اقتصادی ناحیه لخش برای سال 2018-2020 ادامه دارد که در دایره آن 140 لایحه پیش بینی شده است و اجرای آن زیر نظارت دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان قرار دارد. در دایره نقشه کارهای آبادانی و بنیادکاری به استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی عملی سازی 136 لایحه به نقشه گرفته شده است و تا به امروز همگی 40 انشاءات بنیاد گردید. سرور دولت محترم امامعلی رحمان به مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه یکجا با وزارت و اداره‌های داخلدار سپارش دادند که جهت وسعت بخشیدن همکاری با سرمایه‌گذاران و صاحبکاران تدبیرهای علاوه اندیشند. تا به امروز در ناحیه 13 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری به مبلغ 565 میلیون سومانی عملی گردیده. حالا تطبیق دو لایحه دیگر به مبلغ قریب 130 میلیون سومانی ادامه دارد. به اندیشه سرور دولت محترم امامعلی رحمان تطبیق پوره لایحه بنیاد راه ماشینگرد سیران قرمیق و قطعه آبیگرم نورآباد امکان می‌دهد که توسط آن رفت آمد آدمان و حمل و نقل مال و محصولات به مراتب افزایش یابد. دستور سپارش‌های دیگر بر رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه لخش برای رشد ساحه کشاورزی، زنبور اسدپروری، افزون نمودن سرشمار چاروا، خصوصا رشد قطاسپروری، بنیاد و برقرارسازی باغات داده شد. در آخر سخنرانی سرور دولت محترم امامعلی رحمان با اطمینان ابراز داشتند که ساکنان زحمتقرین و سربلند ناحیه لخش من بعد نیز سیاست سازنده و بنیادکارانه حکومت مملکت را همه‌جانبه دستگیری نموده برای پیشرفت و آبادی ناحیه و تاجیکستان عزیزمان سهم وطن‌دوستانه خود را می‌گذارند. بعد سخنرانی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ساکنان ناحیه لخش کارمندان کسب و کار گوناگون برآمد کرده برای تأمین شرایط شایسته زندگی اظهار سپاس و منتداری نمودند. همدیاران عزیز، حاضرین گرامی، سرول همه شما ساکنان زحمتکشه و مهمان نوازی ناحیه لخش را به افتخار جشن وحدت ملی که روز 27 ایون تجلیل می‌گردد صمیمانه تبریک می‌گویم و برای پذیرایی صمیمی اظهار سپاس کرده با هر کدام شما سلامتی و سربلندی، خانه آباد و برای کار آرزو می‌نمایم. ما با وضع اجرای نقشه و برنامه‌های دولتی و جریان کارهای آبادانی و بنیادکاری در ناحیه شناس شده از آن قناعتمند گردیدیم که ساکنان ناحیه لخش در جاده استقبال ارزنده جشن بزرگ 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان عزیزمان با احساس گرمی وطن دوستی و عزم قطعی زحمت کشیده ایستادند. نسبت به سفر قبلی ما مرکز ناحیه خیلی آباد گردیده. یک قطار انشاءات انفراساختاری
اجتماعی و خدمت رسانی بنیاد یافتند که آنها باعث خیلی بهتر شدن شرایط زندگی مردم و تأسیس جایهای نوی کاری گردیدند. ساکنان ناحیه با عزم قوی با کارهای آبادانی مشغول شده کوشش کرده ایستادند که مشکلات جای داشته را برطرف نمایند و وضع اجتماعی و اقتصادی ناحیه خود را بازم بهتر گردانند. در نوبت خود حکومت مملکت با مقصد تأمین پیشرفت این ناحیه دوردست از همه امکانیت‌ها استفاده کرده در دوام سالهای آخر جهت جدا نمودن مبلغ‌های مقصدناک و تطبیق برنامه‌های دولتی تدبیرهای مشخص را عملی کرده ایستاده است. برای رشد ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی ناحیه ایلخ تا این دوره از حساب همه سرچشمه‌ها بیش از 750 میلیون سومانی مبلغ روانه کرده شده است. با در نظر داشت اهمیت بزرگ انفراستراکچور کمیونیکاسیونی برای ناحیه‌های دوردست ما راه بین المللی دوشنبه لخش کرمیک را بنیاد کرده رفت آمد مسافران و حمل و نقل مال و محصولات را با یک چند ناحیه ها از جمله ناحیه لخش خیلی آسان نمودیم. در برابر این حکومت به حل مسائل اجتماعی اهالی بخصوص پرداخت سری وقتی معاش و نفقه دقت اولین درجه داده توسط دستگیری بودجه محلی برای حل مشکلات جای داشته چاره‌جویی می‌نماید. نتیجه چنین غمخواری است که سالهای آخر ناحیه لخش در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی و پیشروی‌های نظررس نائل گشته از جمله صاحبکاری خرد و میانه طرف ترقی کرده ایستاده است. تا اول اپریل سال 2019 در ناحیه لخش 2400 سوبیکت صاحبکاری با خیر گرفته شده است که نسبت به همین دوره سال 2018 قریب 100 سوبیکت زیاد می باشد. در برابر این تا ماه مارس سال جاری از جانب بانک‌های دولتی، تجارتی و دیگر تشکیلات‌های خرد قرضی به صاحبکاران ناحیه همگی 880,000 سومانی قرض داده شده است که بسیار ناچیز بوده. ضرور است که از جانب ساختار و مقامات دایر به این مسئله چاره‌های فوری اندیشیده شوند. حالا روند عملی سازی برنامه رشد اجتماعی و اقتصادی ناحیه لخش برای سالهای 2018-2020 ادامه دارد که در دایره آن 140 لایحه پیش بینی شده است و اجرای آن زیر نظارت دستگاه اجرایی پرزیدنت قرار دارد. با وجود این اجرای برنامه ذکر شده تا امروز همگی 11% تامین گردیده است. علاوه بر این در دایره نقشه کارهای آبادانی و بنیادکاری به استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی عملی سازی 136 لایحه به نقشه گرفته شده است که در مقایسه با دیگر ناحیه‌ها نشان دهنده چندان قانع کننده نیست. تا به امروز همگی 40 انشاءات بنیاد شده. در این روند تشبثکاری کم به نظر می رسد و انشاءات اجتماعی از جمله ساختمان مؤسسه‌های تا مکتبی عمومی، مرکزهای سلامتی و بنگاه‌های طبی کم به نقشه گرفته شدند. در این سمت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه یکجا با وزارت اداره دخلدار باید جهت وسعت بخشیدن همکاری با سرمایه‌گذاران و صاحبکاران تدبیرهای علاوه‌ای اندیشید. تا به امروز در ناحیه 13 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری با مبلغ 565 میلیون سومانی عملی گردیده. حالا تطبیق 2 لایحه دیگر با مبلغ قریب 130 میلیون سومانی ادامه دارد. تطبیق پوره لایحه بنیاد راه ماشینگرد سیران کرمیک و قطعه آبیگر نورآباد
имкон медиҳад ки тавассути он рафту омади одамон ва ҳамлу нақли молу маҳсулот ба маротиб афзоиш ёбад. вобаста ба ин масъулон васиятдор карда мешавад ки ҷиҳати татбиқи саривақтию бо сифати лоиҳаи зикршуда дар ҳолати хуб нигоҳ доштани роҳҳои мавҷуда инчунин бунёд ва таъмиру таҷдиди роҳҳои маҳаллӣ тадбирҳои зарурӣ андешид. ҳамчунин роҳбарону мутахассисони ноҳия бояд дар ҳамкорӣ бо кумитаи рушди маҳал ва дигар вазорату идораҳои марбута ҷиҳати тақвият бахшидани иқтидори иқтисодӣ ва зиёд намудани даромади бюджети ноҳия истифодаи самараноку мақсадноки маблағҳои ҷудошуда таъсис додани ҷойҳои нави корӣ ва баландбар доштани сатҳи фаъолнокии иқтисодии мардум мунтазам чораҷӯӣ намояд. ноҳияи лаш барои истеҳсол коркард ва фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ махсусан картошкаи хушсифат ва аз лиҳози экологӣ тоза рушди сайёҳӣ ва ҳунармандӣ истихроҷ ва коркарди канданиҳои фоиданок ва дигар самтҳо имкониятҳои зиёд дорад. аммо то ҳол тамоми имкониятҳо ва иқтидорҳо истифода нашуда заминҳои зиёд ба гардиши кишоварзӣ ворид нашуданд ва канданиҳои фоиданок самаранок коркард нашуда истоданд. соли 2018 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар корхонаҳои ноҳия беш аз 10 миллион сомониро ташкил карда нисбат ба соли 2016 ду баробар зиёд шудааст. аммо бо сабабҳои дастрасии нокифоя ба воситаҳои молиявӣ ва сатҳи пасти фаъолнокии иқтисодии аҳолӣ дар ноҳия ҳамаги ду корхонаи саноатӣ фаъолият дорад ки чунин вазъ нигаронкунанда мебошад. ҳамчунин таъсиси корхонаҳои дузандагӣ рушди қолинбофӣ атласу адрасбофӣ ва дигар ҳунарҳои мардумию косибӣ таъмин нашуда истодаанд. ҳолон ки ин самт яке аз роҳҳои бошуғл таъмин кардани аҳолӣ бахусус занону духтарон ва омили муҳими афзоиши даромади оилаҳо мебошад. ҳамзамон бо ин ҷиҳати иҷрои сипориши қаблӣ дар масъалаи баромондани фаъолияти коргоҳу корхонаҳои заршӯии хусусӣ дар дайраҳои мухсии ноҳия бояд чораҳои зарурӣ андешида шавад. ноҳияи лаш бо шароити мусоиди иқлим иқтидори бузурги истеҳсол намудани картошкаи хушсифат ва навъҳои гуногуни меваро дошта истифодаи ин имконият метавонад барои таъсис додани ҳазорҳо ҷойи кори доимӣ ва баландбар доштани сатҳи некуаҳволии мардуми ноҳия нақши муҳим бозад. бо вуҷуди он ки афзоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар ду соли охир қариб 40%-ро ташкил додааст, вале таъкидҳои доимӣ ҷиҳати ба 150 000 тонна расонидани истеҳсоли картошка то ҳанӯз ҳалли худро наёфтаанд. масалан истеҳсоли картошка соли 2018 101 000 тоннаро ташкил додааст ки ин нишондиҳанда нисбат ба имкониятҳои ноҳия хеле кам мебошад. дар робита ба ин зарур аст ки сабабу омилҳои асосии иҷро нагардидани нақша бахусус бад будани ҳолати миллиративии заминҳо, фаъолияти номуназзами иншооти обрасон ва аз гардиши кишоварзӣ берун мондани заминҳои корам ҳарчи зудтар бартараф карда шаванд. дар ноҳия имконияти кишти картошка ба 5000 гектар расонидан ҳаст. яке аз мавзеъҳо дидан кардам ки дар он ҷо ҳам боғҳои нав ва ҳам заминҳои партов ба кишти картошка шурӯъ карданд. инам бисёр кори хуб аст. вақте ки ман супориш дода будам дар бораи ба 150 000 тонна расонидан ин 10 сол қариб зиёдтар пеш буд. шаҳри панҷакендро ки умуман картошка кишт намекарданд, соли гузашта беш аз 100 000 тонна
3 سالی کارتاشکا رسید. نوعی دیواشی امروز در جمهوری اسلامی جای اول زیاده قریب از 115,000 تن زیادتر کارتاشکا 3 سال میکند. نوعی مچای کوهی دیگر نوعی وادی رش، لیکن بار دیگر سپارش قطعی میدیم که میدان کشت کارتاشکا را با 5,000 گیکتار در سالهای نزدیکترین در ناحیه لخش رسانیدن لازم است و حجم استحصال کارتاشکا را با 150,000 تن. این چی است؟ پیش از همه این جای کاری برای مردم. اگر هر 1 گیکتار زمین ده 1 نفر کار کند 5,000 آدم صاحب جای کار می شود. 5,000 عائله صاحب زندگی خوب می شود. چنین امکانیت باد و هوای اقلیمی مساعد برای پرورش کارتاشکا، چنین آب و خاک و زمین و دیگر در دیگر منطقه‌های جمهوری کم چنین شرایط است. هر یک وجب زمین جایی که امکانیت باشد با آب تامین کرده با اختیار مردم تیم که مردم با کشت کار مشغول شود. من با حکومت جمهوری تاجیکستان سپارش می‌دهم دایر با برقرار کردن بعضن کانال های آبرسان که 10 سال امروز فعالیت نمی کنند لایه کرده آینده دیدن مونده کار بنابرای سال به سال از خود کردن مونده کار. با بعضن موضوع ها باید از دیگر ناحیه‌های وادی رشت مردم را جایی که کم زمین است خب سر اهالی است کوچانده در اینجا آورده جابجا کنیم. هم زمین است آب است در اختیار آنها تیه که اونا با کارتاشکا پروری مشغول شوند. این کار را حتما کردن امان را کن. ما میلیارد خراجات کرده راه ساختیم. با راه ساخته ایستادم 86 کیلومتر راه آبیگر و نورآباد 3.5 میلیارد سامان می ایستاد. راه را ساختیم بعد راه قطعی کشاندن نکار باید راه ثمرناک استفاده برند. در این روند راهبران و متخصصان ناحیه باید همکاری را با صاحبکاران و سرمایه‌گذاران جهت زیاد نمودن میدان باغ‌ها از جمله باغ‌های اینتنسیوی بنیاد گرمخانه‌ها و انشاءات نگهداری میوه سبزیجات و صادرات آن و خارج کشور تقویت باشند. موضوعی که عموما استفاده نمیشد از خود اروپا نیالای میوه اینتنسیوی آورده سالی آینده بس حاصل می‌دارد. 50 گیکتار زمین رو از خود کردن در بینش باز کارتاشکا اکتر 50 نفر صاحب جای کار دائمی وقتی حاصل نمی‌دارد 100 نفر قریب 10 نمود میوه صادراتی حاضر زمان. همچنین ضرور است که در سمت زنبوری اصل پروری ارزان نمودن سرشمار چاروا خصوصا رشد قطاس پروری شرایط و امکانات‌های موجوده وسیع استفاده کرده شود. عموما در ساحه کشاورزی و چارواداری استفاده ثمرناک هر یک وجب زمین رعایت قاعده‌های اگروتکنیکی بهتر کردن ذات چاروا همچنین با استفاده از علف فراوان امساله برای 2 سال ذخیره نمودن خوراک درشت چاروا از جمله مسائلی می باشند که باید زیر نظارت قطعی قرار داده شوند. همچنین علاوه بر مؤسسه‌هایی که حالا بنیاد آنها با دستگیری حکومت مملکت ادامه دارد راهبران ناحیه وظیفه دارند که یکجا با وزارت معارف و علم جهت حل مشکلات مکتب‌ها از جمله تعمیر و از نوسازی مؤسسه‌های تعلیمی در حالت صدمه‌ای قرار داشته و با اسباب و تجهیزات تعلیمی تامین نمودن آنها چاره‌جویی نماید. طبق معلومات در 4 سال اخیر 1000 نفر فرزندان ساکنان ناحیه لخش بعد ختم مکتب با مؤسسه‌های تحصیلات میانه و عالی کشور از جمله
215 نفر به مکتب‌های عالی کشورهای خارجی داخل شدند که 45% ختم کنندگان را تشکیل می‌دهند و برای یک ناحیه دوردست دستاوردی خوب میباشد. قابل ذکر است که سال 2018 با جلب صاحبکاران و ساکنان ناحیه 36 مؤسسه تندرستی ناحیه از تعمیر اساسی برآورده شده است. در برابر این نارسایی متخصصان دارای معلومات عالی، موجود نبودن شعبه‌های جراحی کودکانه و بیماری‌های قلب، نارسایی آب تازه آشامیدنی در مؤسسه‌های طبی از قبیل مشکلات ساحه تندرستی ناحیه میباشد. بنابراین وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی را ضرور است که یکجا با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه لخش برای برطرف کردن کمبودی و مشکلات ذکر شده تدبیرهای ضروری اندیشه. رهبران و متصدیان ناحیه وظیفه دارند که در دایره نقشه کارهای آبادانی و بنیادکاری به استقبال 30 سالگی استقلالیت دولتی با مسئله تعمیر و از نوسازی مؤسسه‌های اجتماعی، مخصوصاً بنیاد مرکزهای سلامتی و بنگاه‌های طبی در دیهات دوردست اعتبار جدی ظاهر کرده در این جاده همکاری را با صاحبکاران و دیگر شخصان سخاوت پیشه تقویت بخشد. طی سالهای 2017 2018 و 5 ماه سال جاری در ناحیه قانون ویرانکنی‌ها در سمت استفاده مقصدناک و ثمرناک زمین ها، خصوصا غیر قانونی دادن زمین، اشغال خودسرانه زمین و در آن بنیاد نمودن منزل‌های استقامتی زیاد شده ایستادند. اینچنین مسائل وابسته به جمع‌آوری انداز، پرداخت استفاده قوه برق و آب پالیزی، اندیشیدن چاره‌های قطعی را از جانب مقامات انداز و دیگر ساختارهای مربوطه تقاضا می‌نماید. بخش دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم، مقامات خود اداره کنی شهرک و دیهات ناحیه فعالیت خود را باید جهت رعایت مقررات قانون ملی در این سمت قبول شده تقویت بخشند، زیرا در این جاده نیز تا حال یک قطار قانون ویرانکنی‌ها به قید گرفته شدند. در برابر این تاکید می‌سازم که برای تامین نمودن اجرای نشاندهنده‌های دورنمای رشد ناحیه در نزد رهبران و فعالان و ساکنان آن در ساحه‌های کشاورزی، سیاحی، ساختمان، معارف و تندرستی، انرژتیک، نقلیات، آب تامین کنی، حفظ محیط زیست و پیشگیری حالت‌های فوق‌العاده اجرای وظیفه‌های مهم قرار دارد. طبق معلومات در ناحیه بنیاد کارخانه‌های کارکرد میوه و استحصال شربت و نوشاکی‌های میوگی، محصولات شیری، استحصال خشت و دیگر مسائل ساختمان به نقشه گرفته شده است که در نتیجه عملی شوی آنها صدها جای نوی کاری مهیا گردیده با خیلی بهتر شدن سطح زندگی ساکنان ناحیه مساعدت خواهد کرد. اطمینان کامل دارم که ساکنان زحمتکرین و سربلند ناحیه لخش من بعد نیز سیاست سازنده و بنیادکارانه حکومت مملکت را همه جانبه دستگیری نموده برای پیشرفت آبادی ناحیه و تاجیکستان عزیزمان سهمی وطن دوستانه خود را میگذارند. بار دیگر ساکنان وطن دوست ناحیه لخش و همه شما حاضرین گرامی را به افتخار روز وحدت ملی صمیمانه تبریک گفته به خرد و بزرگ ناحیه در اجرای مقصد و مرام سازنده و عملی گردیدن نیت و نقشه های نیکشان برای کامیابی آرزومندم. همیشه سعادتمند و سربلند باشید همدیاران عزیز. سلامت باشید. السلام فیض احسان بر درت. السلام علیکم
اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، قدم‌های مبارک شما را به این سرزمین مهمان دوست ناحیه لخش نور دیده و تاج سر میگوییم. محترم جناب عالی، من محمدآیه جبار و هدیه از جماعت ینگی شهر آمدم که شما را اول از نام خودم، از نام خلق زحمتکش ناحیه لخش، از نام همه مادران خوش آمدید بگویم. محترم پیشوای معظم ملت، در همین خلواخوری های باشکوه سال 2013 هم به من نصیب گردیده بود که با شما پدر عزیزم روبرو سخن گویم که تا امروز من خودم را در زیر مهربانی های پدرانه شما در یک عالم زیبای تصور کرده ایستادم. محترم پیشوای ملت، امروز خرسندی مادران ناحیه لخش حد و کنار ندارند. آنها خرسندی از وحدت، از تنجی و آبادی میکنند. امروز که تنظیم به مادران اینقدر ارزانی و آسانی را فراهم آورده است، مادران در حق شما دعای خیر میگویند و دائما شکرانه سرور دولت و تاجیکستان آباد میگویند. البته آیین تو مهنتی حلال است، زیرا که رضای کردگار است. دانستن علم و مکتبی تو، پیمان خداست مذهبی تو. محترم پیشوای معظم ملت، بگذار که شما دائما صحت و سلامت باشید، همچون آفتاب جهان نما در تاجیکستان ما شعله پاشی کنید، در بین همه دولت های جهان سر بلند باشید و دائما سایبانی سر تاجیکستان و تاجیکان جهان باشید. من با باوری کلان میگویم که ما کل مادران شما را دوست می‌داریم و دائما با شماییم. در همه جا در برت هستیم ما، در همه جا در برت هستیم ما، جان به جانت سخت پیوستیم ما. خاک پایت نور چشمان میکنیم، جان فدای تاجیکستان میکنیم. خوش آمدید پیشوای معظم ملت. یک جان تشکر، یک جان تشکر. حسن سلامت باشید، سلامت باشید. ассалому алайкум. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و مهمانان عالی قدر، ای فروغی مهر پرور از پی امدادی ما، مرحبا ای حاکمی ملکی کهن بنیادی ما. آفتابی ملت در پرتوی صلح و صلاح، مرحبا ای پاسداری امن و عدل و دادی ما. من حبیبا و امیده، گیرنده استیپندیای پریزیدنتی، خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 ناحیه لخش می باشم. با تمام صمیمیت قدم مبارک شما را اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به این دیار بیشت آسایمان خیر مقدم می نماییم. با سیاست خیرتمندانه و وطن دوستانه خود محترم پیشوای معظم ملت با وجود دشواری های زیاد اقتصادی و مالیوی قانعانه سعی و تلاش نموده، آرمان درینه ملی را به حقیقت تبدیل دادید، تاجیکستانی عزیز را به کشوری آباد و زیبا و پیشرفته رسانیده چراغستان نمودید. برای تحصیل نمودن ما جوانان و خوانندگان تمام شرایط ها را در مؤسسه های تعلیمی مهیا نمودید که امروز ما خود را از خوشبخت‌ترین وارثان این ملت و این سرزمین می حسابیم که به واسطه با زحمت‌های پدرانه شما به میان آمده است. بنابراین ما جوانان و خوانندگان ناحیه منتداری صمیمانه خود را به شما رسانیده، به شما پیش از همه تن صحت،
در کارهای دولتیتان بردهاری‌ها را آرزومندم. دولتی ما تا ابد پاینده باد. ملتی ما تا ابد فرخنده باد. بهر این ملکی عزیز سازیم دعا، سروری ما را نگهبانش خدا. یک جان تشکر. سلامت باشید. ناز کنه دکتر جان. حسن. السلام علیکم. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان و مهمانان عالی قدر، قدم مبارک شما را به دیار دوستی این ناحیه لخش صمیمانه خیر مقدم میگویم. من شانه اسکرجان، ختم کرده صنف دهمی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 می باشم. با کمال احترام شخصا از نام خودم و از نام کل جوانان ناحیه مینداری به پایان خویش را به شما بیان می دارم. زیرا پیشروی جامعه امروزه، رشد و نموی تاجیکستان، گل شکوفایی هر گوشه و کنار وطن بیشت آسایم با تشبث و خدمت‌های شایسته شما عملی گردیده ایستادند. ما امروزها شکرانه از این دور و زمان آسایشته، پایداری صلح و ثبات، پایداری استقلالیت و بالاخره شکرانه از آن میکنه که چنین یک رهبر غمخوار به مثل شما داریم. ما جوانان ناحیه لخش جواباً به همه غمخواری ها و دستگیری های شما سعی و تلاش ورزیده با شما بودنمان را با یک حس بلندی مسئولیت وعده می‌دهیم و با عملهای وطن دوستانه و جوانمردانه خود اثبات می‌نماییم. محترم پیشوای ملت، شما همیشه در برآمدهای خود با مقام و منزلت بانوان ارج گذاشته تاکید می‌نمایید که فعالیت آنها در تمام ساحه‌ها گسترده باشد، من جمله بانک‌ها، زیرا زن پاک‌طینت و پاک وجدان بوده، دست به غارت و تاراج نمی‌زند. این سخنان پرتأثیر شما را در ملاقاتی که روز 10 می سال جاری با مقامات انداز، گمرک، سرمایه گذاری داشته و پرگی گوش کردم و تصمیم گرفتم که بعدی ختم مکتب نصیب باشد به دانشگاه دولتی مالیه اقتصاد و فاکولته کاری بانکی داخل شده ضمن تحصیل از تمام نازکی های این کس خبردار شوم و به ناحیه برگشته صاف دلانه فعالیتم را پیش برم. محترم پیشوای ملت، بار دیگر به ناحیه دوستی لخش صمیمانه خیر مقدم میگویم. یک جان تشکر. صنف چند هستی اولی؟ ختم کرده صنف 10 امسال و صنف 11 گذاشتم. یعنی سالی آینده ختم میکنی ها؟ ها. بله. بعد کجا میروی؟ به دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد به فاکولته کاری بانکی. فن ریاضی در بهای چند داره؟ خوب الله. این پیشوای ملت، آورد صلح و وحدت، امام علی رحمان تاج سامان در سرت، حجا باشی همیشه، خدا باشد راه برت. ما کودکانی دانا منت داریم از شما، چون که برای ایمایان بیچاده دبستان ما خوانده عاقل شویم، یک جا و یک دل شویم. فردای تاجیکستان در دست ما کودکان. بابا جان بر ناحیه لخش ما خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید. من صدقه ای پیچه ای سفیدت بابا جان، قربانی صدایی برگی بیدت بابا جان. در دست دعای
پر امیدت بابا جان. احسن مانند گلی گندم سرخ است روی مردم، خوشبختی این زمانه با پیشوای ملت. ما فخر می نماییم از کار و زحمت خویش، آزاده لخشیانه با پیشوای ملت. شکر و سپاس خود را این گونه می کنیم عرض، ما چون دل و چو جانیم با پیشوای ملت. فرهنگ صلح تاجیک درسی جهانیان شد، در عصر داستان با پیشوای ملت. رحمت. السلام علیکم. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان. من صابروف ایام الدین، ختم کننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 48 ناحیه لخش می باشم. من سپاسگزارم که از شما جناب عالی همه ساله ما جوانانی معیوب را دستگیری و غمخوری ها می نمایید. من با این غمخوری های شما جواباً آرزو دارم که با مؤسسه با دانشگاه های عالی کشور داخل شده با خلق وطن عزیز خویش صادقانه خدمت نمایم. دائما با شما بودنم را، با خلق و وطن صادق بودنم را وظیفه اولین درجه و پر افتخار خود میدانم. خوش آمدید پیشوای ملت. از میهمان نوازیتان یک جهان تشکر و مینتداری بیان میکنم. سلامت باشید. احسن. یک جان تشکر.